خب بریم برای آموزش دوخت خمار. ما همه تک‌ها رو برش زدیم و روی هم دیگه گذاشتیم. تکایی که بلندترن برای قسمت پشت خمار است، البته همونطور که بهتون گفتم اندازه عادل بخواهیه، و تکایی که کوچیک‌تر برای جلوی خمار هست و این تکه هم که برای قسمت نقاب و جلوی خمار هست. بریم برای دوخت مرحله بهتون نشون میدم. خب این قسمت رو دوختیم، فقط این قسمت وسط رو باز گذاشتیم، برمیگردونیم و اتو میزنیم. خب اتو زدیم و الان قشنگ‌تر و بهتر مشخص شد قسمتی رو که ما دوخت نزدیم و باز گذاشتیم. بریم برای دوخت مرحله بعدی. به دو روش میتونیم دوخت کنیم. من روش رو همینجوری بهتون توضیح میدم و یه روش دیگه رو با هم دیگه دوخت می‌کنیم. قبل از دوخت حتما میتونید به این روشی که میگم باید چک کنید که این اندازه هایی که گفتم کنار هم با هم تراز هم دیگه باید باشن، اضافی دارن باید چیده بشن و هم اندازه بشن. خب توی این روش ما میایم اول لبه ها رو پاکسازی می‌کنیم، هر سه طرف لبه جلو و پشت رو، و بعد از اینکه پاکسازی کردیم کاملا لبه رو که میتونید هم از پایه‌های لپتاپ استفاده کنید. اگر جنس پارچه‌تون پلاستیک داره میتونید از هویه استفاده کنید، هویه‌اش کنید، یا از نوارها و خرش‌کارهای مختلفی که توی بازار هست. فرض کنید این کارو انجام دادیم، میایم این خط‌ها رو همه دوخت میزنیم. بعد از اینکه دوخت زدیم میان روی هم دیگه به این حالت قرار میگیرن و باز این خط‌ها رو دوخت میزنیم و به قسمت جلومون این نقاب وصل میشه و دوخته میشه. این یک حالت. و یک حالت دیگه که از نظر من تمیزتر هستش، هم داخل کار و هم بیرونش رو با هم دیگه دوخت می‌کنیم. به این صورتی که اول برای رویل که من حالا از رنگ‌های مختلف استفاده کردم که شما راحت‌تر بتونید برمیگردیم روی لبه پشت و این دو طرف رو با هم چرخ می‌کنیم، یعنی این خط‌ها رو. این لبه کامل دوخت شد، می‌ذاریم کنار، میریم برای لایه دوم کارمون. این هم به همین ترتیب گوشا دوخت میشه، می‌ذاریم کنار و لبه سوم هم به همین صورت دوخت میشه و کنار گذاشته میشه و بهتره که توی هر مرحله شما اتو بزنید. برای تمیزی کار هم میتونید لبه‌های کار رو سرپوش بزنید یا اینکه دوخت دو مرحله‌ای فرانسوی رو انجام بدید یا شمسوس یا هر روش دیگه که خودتون بهتر میدونید. بعد از اینکه دوخت زدیم و اتو شد میتونیم همه لایه‌ها رو برگردونیم و خب لایه روی هم دیگه قرار بدیم. خط دوخت‌ها کاملا مماس